عرض سلام و ادب حضور یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. بازم ما هستیم مهمانی کاشانه های شما. در این ویدیو برای شما پیتزای هوای را ما نشان میدهیم. یعنی در ویدیوهای گذشته طرز آماده کردن خمیر را ما گفتیم، دیگر تکرار نمی کنیم و میگذاریم به قسم اساسیش. البته اناناس رو، شربت اناناس رو میگیریم، در یک ظرف میگیریم، یعنی بدون شربت برای ما فقط اناناس لازم است. برای پیتزای هوای چی لازم است؟ یکی اناناس و دیگر شینکن. یعنی شینکن همون ویشتینه‌ای که با گوشت مرغ آماده کرده شده است، البته حلال است، یعنی با همون دو اشیا درست کرده می شود، در بالای پیتزا می آید. می گذاریم با تنوک کردنی پیتزا، یعنی 150 تا 180 گرم اندازه خمیر ما هست و این را تنوک می کنیم. یکی از پیتزاهای خوشمزه و یکی از پیتزاهای مشهور است که سیر خریدار دارد، یعنی پیتزای هوای. امیدوارم که این ویدیو برای شما پسند میاد عزیزان. اگر چنین است لایک و اپریسیاسیون را فراموش نکنید. خوب، ما لیست را روغن میکنیم و یعنی با کمی با خمیر بازی میکنیم تا که خمیر خودش رو دویم بار باز کند و در همین لیست جا میکنیم. نگفتن امانت که در اول ویدیو در زیر نویس نوشته بودم که پیتزای ما 26 سانتی متر هست. شما میتونید که اندازه گیری کنید چقدر حجم که لیست شما باشد به همون اندازه گیری کنید و مثل همیشگی 50 میلی گرم سس پیتزا. خوب، و به همین طور، به همین طرز ما خوب تنوکش میکنیم، پهنش میکنیم در بالای خمیر پیتزا و مثل دیگر پیتزا ها البته سیر زیاد رو در چیکار میکنیم؟ اول میریزیم، اول پهن میکنیم در بالای پیتزا و بعدا می آید در بالایش شینکن، یعنی همون گوشتی مرغ، یعنی ران مرغ. البته حسیب مرغه. خوب، بعدا اناناس را از بالایش میگذاریم و خوب باید تنوک کنیم، پهنش کنیم. خوب، و کمی در بالایش پنیر یعنی سیر رو میپاشیم، یعنی کمی سیر میزنیم. تمام. با همین یعنی پیتزای هوای ما آماده و مثل همیشگی یعنی 250 گرادوس از 10 تا 15 دقیقه در دخافکه میگذاریم. تمام پیتزای ما آماده هست. ببینید که چقدر اپتیت آماده است، یعنی خوشمزه به نظر میرسد. البته اورگانو هم میزنیم برای خوشمزه کردن و برای البته در تمام پیتزاها اورگانو میزنن و بعضی ها نمیخواهم اورگانو. و از شما معذرت میخواهم بینندگان عزیز و گرامی که این ویدیو در وقت نوار برداشتن کمی رنگش رو ما زرد مانند کردیم، به همین خاطر خوب پیتزای اصلی به نظر نمی رسد، ولی به هر صورت خیلی خیلی خوشمزه است. در آخر پادپیساس و لایک رو فراموش نکنید. یک صلوات به پیامبر میفرستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار شما و اشتهای تان.